بسم الله الرحمن الرحیم. سورة هود علیه السلام، صفحه 229، آیه مبارکه 63 الى 71. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله متعال در آیات قبلی پیرامون حضرت صالح علیه السلام و قومش بیان کرد که حضرت صالح علیه السلام قومش را به سوی توحید فراخواند و قومش گفتند که تو ما را منع میکنی از خداهای ما، خداهایی که پدران ما او را عبادت میکرد که بتها بود، ما دین تو را نمیپذیریم. در این آیات مبارکه ادامه داستان حضرت صالح نبی را رب العالمین بیان میکنه. همچنان آمدن ملائک را نزد حضرت ابراهیم خلیل به خاطر مژده دادن اولاد حضرت ابراهیم علیه السلام و رساندن عذاب الهی به قوم لوط علیه السلام در اینجا الله بیان میکنه.
الله متعال می فرماید قال گفت حضرت صالح علیه السلام یا قوم ای قوم من ارائیتم آیا مرا نگاه کردی شما دیدی ان کنتو این که بوده باشم من علی بینت من ربی بدلیل واضح از طرف الله خود و آتانی این که داده الله متعال مرا منه رحمتا از جانب خود پیغمبری رحمت فمن ینصرنی پس کی است که مرا یاری بدهد من الله ان عصیتو غیر از الله اگر نافرمانی الله را بکنم کی مرا کمک کرده میتونم فما تزیدوننی غیر تخسیر پس شما زیاد کرده نمیتونی بر من مگر زیان را اگر شما را فرمان ببرم الله خود را ترک بکنم من در زیان و نقصان واقع میشم و یا قوم ای قوم من هذه این است ناقة الله شتر الله متعال قوم ازش خواستن معجزه گفتن از کوه معجزه شتر را بر ما و بار بیار که چوچه‌ای داشته باشه الله اونموتر معجزه را برشان داد آل حضرت صالح علیه السلام گفت که این است معجزه پروردگار لکم از برای شما آیتا نشانه فدروها بگذانین آن را تأکل که بخورد فی ارض الله در زمین الله ایره غرض نگیرین که از زمین الله استفاده بکنه از گیاهش ولا تمسوها نرسانین آن را بسوء ضرر فیأخذکم پس میگیرد شما را عذاب قریب عذاب نزدیک حضرت صالح علیه السلام به قومش گفت که اگر شتر شما صدمه برسانین عن قریب الله شما را عذاب میده فعقروها اینا کشتن سر بریدن آن را امام قرطبی صاحب در تفسیر ذکر میکنه روز چهارشنبه اینا شتر یک تعدادشان جمع شدن کشتن و دیگران رضایت داشتن به مو خاطر الله صیغه جمع را ذکر کرد که همیشان و روز حضرت صالح علیه السلام 3 روز بر از اینا وقت داد پنجشنبه جمعه شنبه یک شنبه عذاب الهی آمد صاعقه اینا هلاک شدن و از بین رفتن در خانه هایشان الله بیان فرمود فعقروها پس اینا کشتن سر بریدن شتر را فقال پس گفت تمتعوا شما بهره بگیرین فی دارکم حضرت صالح نبی برش حضرت صالح علیه السلام برشان گفت فی دارکم در خانه هایتان 3 ایام 3 روز ذالک این وعد وعدی است غیر مکذوب که دروغ نیست وعدی رب هست عذاب آمدنی هست فلما پس وقتی که جاء امرنا آمد عذاب ما امر ما نجینا نجات دادیم ما صالحا حضرت صالح علیه السلام را والذین آمنوا آنان که ایمان آورده بودن معه با صالح نبی که تعدادشان را مفسرین ذکر نکردن برحمت منا برحمت از جانب ما و من خزی یومئذ در آن روز ذلت و عذاب برای کسانی که اونا ایمان نآوردن برشان رسید و مسلمانان از خزی آن روز در امان ماندن ان ربک ارین پروردگار تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هو القوی العزیز الله قوی و غالب هستند هر انسانی که در مقابل رب بخیزه الله او را هلاک میکنه و از بین میبره و اخذ الذین و بگیرد الله گرفت آنان را که ظلموا و اخذ گرفت الذین آنان را که ظلموا ظلم کردن که قوم صالح بودن از صیحت و عذاب تند صدای تند از آسمان فاصبحوا پس گشتن اینا فی دیارهم جاثمین در خانه هایشان با زانو افتاده شده
که لم یغنوا فیها، گویا هیچ نبودن. اتر عذاب آمد هلاکشان کرد. الا ان ثمود کفروا ربهم، الا با خبر ان ثمود، ارین ثمود کفروا کافر شدن، ربهم به پروردگارشان. الا بودا لثمود، با خبر هلاکت و دوری رحمت باد برای ثمودیان، به خاطر که اینا انکار کردن از توحید و نشانه معجزی الله را اینا از بین بردن. بعد از این الله داستان ابراهیم خلیل علیه السلام و آمدن ملائک را نزد از او بیان میکنه. ولقد جاءت، به تحقیق آمد، رسولنا ملائک ما، ابراهیم نزد ابراهیم نبی. در اینجا امام قرطبی صاحب در تفسیر ذکر میکنه یک روایت را که ملائک 3 نفر بودن، جبریل، میکائیل، اسرافیل بودن. در یک روایت میگه که 9 ملک بودن، به شکل جوانای بسیار حسین و زیبا اینا آمدن نزد ابراهیم علیه السلام. اینا که آمدن بالبشرا، با مژده نزد ابراهیم علیه السلام، با مژده فرزند آمدن. حضرت ابراهیم علیه السلام 120 سال عمر داشت، خانمش سارا 99 سال عمر داشت. اینا از اولاد آوردن خلاص بودن، اما معجزه‌ای را الله نشان داد که در پیری اینا را اولاد داد. قالو، گفتن ملائک، سلاما، برای سلام بوده باشه. السلام علیکم برای حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن. قال سلام، باز گفت سلامتی بر شما. فما لبث ان جاء، چند مدت نگذشته بود که ان جاء آورد حضرت ابراهیم علیه السلام به میمانایش به عجل حنیف، گوساله کباب شده را. حضرت ابراهیم علیه السلام نمیفهمید که ملک هستند، چون اینا به شکل انسان آمدن، فکر کرد که میمان هستند. و یکی از ویژگی های حضرت ابراهیم علیه السلام میمان نوازی بود. میمان از زیاد نوازش میداد، حتی بدون میمان خوراک نمیکرد. بر از اینا گوساله کباب شده را آورد. فلما رأى ایدیهم، وقتی که دید دستانشان را که لا تصل الیه، نمیرسه به نان، نکرهم او اوجس منهم خیفه، یک احساس ترس را کرد حضرت ابراهیم از اینا، به خاطر که در قوم عرب یک عادت بود که کسی که به دشمنی می آمد و این می آمد کسی را از بین ببره، نان از او را نمی خورد. حضرت ابراهیم علیه السلام دید که اینا دست به کباب پیش نمی کنن، ترسید که اینا چگونه انسانایی بوده باشند که آمدن. قالو، گفتن ملائک، لا تخف، نترس ابراهیم علیه السلام، اینا اراینا ما ارسلنا، فرستاده شدیم الی قوم لوط، به سوی قوم لوط، که الله متعال اینا را هلاک میکنه به خاطر که اینا عمل بسیار قبیح و زشت داشتن. و امرأته، خانم ابراهیم علیه السلام که بیبی سارا بود، قائمتون، استاده بود در پشت پرده، فضحکت، خنده کرد. وقتی که عذاب را شنید به قوم لوط خندهش گرفت. فبشرناها، پس مژده داد آن را ملائک به اسحاق، به اسحاق نبی، و من وراء اسحاق یعقوب، و از بعد از او اسحاق یعقوب را مژده برشان داد که الله بر شما همچون فرزند را نصیب میکنم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.